رویداد غم‌انگیز 8 ماه اقرب سال 1399 ربوده شدن عبدالرؤوف کودک 9 ساله‌ای که در مسیر رفتن به مکتب از سوی آدمربایان ربوده شد. این رویداد نه تنها باشندگان مزار شریف بلکه تمامی شهروندان کشور را متحیر ساخت. در کمتر از 2 سال دیگر صدای گرم و کودکانه عبدالرؤوف گوشهای خانواده‌اش را نوازش نداد و چشمان پدر و مادر شوخی‌های معصومانه کودک خردسالشان را در باغچه منزل دیده نمی‌تواند. خانواده عبدالرؤوف صدا و صورت فرزند نازنینش را از صفحه موبایل می‌بینند که توسط آدمربایان برای باجگیری به خانواده‌اش ارسال می‌شود، آن هم با دستان بسته با زنجیر که این کودک معصوم از خانواده‌اش می‌خواهد تا برای رهایی‌اش دست به کار شوند. السلام عليكم أتيخشمين أتازين زخشمين أتمكم إذا تيخشمين أتاشون كلندي فبروري كلندي سيزي دلوة بugün çarşamba günü ata tizra balım yaşardı. Nizat verin ata men samat bardı üşi batin ata gayrasat بريشة ata tizra bir gayrat buran جراز زادتم. پدر عبدالرؤوف که بر علاوه ربوده شدن کودکش چندین بار مورد حمله قرار گرفته و زخم برداشته است، از مسئولان امارت اسلامی می خواهد تا برای آزادی فرزندش دست به کار شوند. چرا که قبلا بود یک طرف حکومت فاسد بود، یک طرف هم طالب بود که پیدا نمیشد. این در سر طالب منداخت، طالب در سر حکومت منداخت. حالا خب او گپ هم نیست، تماما جای ببینین تحت تسلط طالب هستند، تحت تسلط امارات هستند. ما بسیار به انتظار عبدالرؤوف جان هستیم، شب روز هر روز در دقیقه به انتظار عبدالرؤوف جان هستیم، اما از عبدالرؤوف جان نیست، سرنوشت درک نیست. مادری که بیشتر از 1 سال می شود چشم برای برگشت فرزند ربوده شده اش است. عبدالرؤوف پسر 10 ساله‌ای که 17 ماه پیش در بلخ توسط آدمربایان ربوده شد تا هنوز در آغوش خانواده‌اش برنگشته است. اما مقامات امنیتی امارت اسلامی از تلاش‌ها برای رهایی این کودک سخن می‌زنند و تاکید دارند که شمار را در پیوند به اختطاف عبدالرؤوف نیز بازداشت کردند. نجیب فریاد، آریانا نیوز، بلخ.